یعنی یه خبر گفتن نگاه کنید 48 ثانیه است، خب 48 تا توش دروغه. حال حاضر آخرین خبری هم که به دست ما رسیده، امیر تتلو رو توسط اطلاعات سپاه استان آذربایجان غربی دستگیر کردن و دارن به تهران منتقلش میکنن که اطلاعات سپاه تهران پروندهش رو بررسی بکنه و قوه قضاییه هم گفته که قراره یک مستندی رو، حالا اونجوری که اطرافیان میگفتن، از تتلو آماده بکنن و در چند روز آینده شما شاهد این خواهید بود که خیلی شیک و مجلسی میان با تتلو مصاحبه میکنن، میگه بله همه چیز گل و بلبل و با من خیلی خوب برخورد کردن، همه چی عادی و شیک بوده. و من گفتم حضور تتلو داخل ایران یک قمار دو سربرد برای اون سیستم. به هر حال چند وقت دیگه انتخابات مجلس هم هست و انتخاباتیه که به هر حال میشه از این افراد استفاده بهینه کرد و از اون طرف حضور تتلو بعدم نبود دیگه. اختلاسی که چای دبش انجام داده بود، آلودگی هوای تهران و چیزهای دیگه و فسادهایی که چشم پوشی شده بود در قوه قضاییه و جاهای مختلف. من تو استوریام هم امروز گفتم کارگرهای و کارمندهای چای دبش میگفتن که ما چندین ماه حقوقمون رو دریافت نکردیم. ناهاری که به ما اینا میدادن سگ نمیخورد و اونقدر با منت و اونقدر با بدرفتاری با ما برخورد میکردن که ما میگفتیم 2 روز دیگه اینا ورشکست